سلام. یکی از مباحث خیلی مهمی رو که در واقع در مطب‌های چشم پزشکی همیشه هست و مطرح هست بین بیماران، ارتباط آب مروارید کاتاراکت هست با آب سیاه گلوکوم. من دکتر محمد رضا ساقط هستم، متخصص و جراح چشم، فوق تخصص قرنیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد. این خب امروز خوشبختانه بخاطر وجود اینترنت و شبکه‌های مجازی و ارتباطاتی که در واقع بین‌المللی وجود داره برای دسترسی به اطلاعات، بیماران و همراهیان بیماران اطلاعات خوبی رو دارن در مورد هر بیماری. مثلا در مورد آب مروارید و آب سیاه بحث من هست و از همکاران چشم پزشک هم معمولا سوالات میپرسن و اطلاعاتون رو با تکمیل میکنن، اما اینجا گاهی اوقات ممکنه شبهاتی پیش آمده باشه و اشتباهی در برداشت پیش بیاد که باعث نگرانی بشه که من تو مطلب هر روز باهاش درگیر هستم و این مطلب رو میبینم که گاهی اوقات باعث سوء تفاهم شده. و این نکته اینه که آیا آب مروارید و آب سیاه ارتباطی با هم دارن؟ یعنی چی؟ یعنی که آیا کسی آب مروارید داشته باشه که در سن بالا بسیار رایج و شایع